من بورا آیدا مروه من نظمیه خانم بلا تکلیف بود. دوبله شده در استیلوجن. فرخ چیه؟ بیا دیگه بیا اینجا بزن میگم من دیوید جون من انتخاب کن من انتخاب کن. باشه فیروز خانم. عالی شد. چون گروه همون برابر شدن لیلا خانم هم داورمون میشه. الان همه برن ترکتشون تا آماده بشن. یه رو به دیگه برای رفتن به محل مورد نظر همینجا جمع میشیم. خیلی خوب دوستان همینجا منتظرتون هستیم. زود باشیم زود باشیم بریم چی میشه. Gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden.
جمله رو ای بلا بردی دمت گرد. وای پا خیلی داغان شد. خوبی آلارا؟ وای خیلی درد میکنه. خوبی؟ داری میبینی دیگه. میتونم یه نگاه بندازم؟ بازم درد میکنه؟ آره درد میکنه، انگار پیچ خورده. نشکست اما انگار پیچ خورده. باید یخ بذاریم روش. میتونی بلند بشی؟ نه دمیر، اصلا فکر نکنم بتونم بلند شم، پام خیلی درد میکنه. باشه دستمو بگیر، امتحان کن. نه پاشو. واقعا نمیتونم دمیر، نمیتونم، پام خیلی درد میکنه. شما برید خوش بگذرونید، من یکم اینجا استراحت میکنم بعد میام. الان اصلا خوب نیستم. اینطوری نمیشه، باید برگردیم هتل. بچه‌ها برای امروز دیگه کافیه. ما برمیگردیم هتل. هر کی بخواد میتونه بمونه. بعدم با اونی که ماشین برگردیم هتل. بیا الان. یواش. مراقب باش. به من تکیه کن. درد میکنه؟ میتونی راه بری؟ نه خیلی درد داره. باشه بیا. خیلی درد داره. مارمولک، دختر رسما با شکست خوردن پیروز شد. پس استراتژی که میگفت این بوده، برای اینکه برنده بشی بعضی وقتا باید ببازی. آیدا چقدر خوبه که با هم دیگه هم اتاقی شدیم، مگه نه دوست عزیزم؟ اما دوست داری به جای من با شوهرت بمونی مگه نه؟ خب از نظر تو مشکلی داره؟ در ضمن اینطوری تو هم با دوست پسرت میتونی بمونی. باشه عزیزم، اما اگه گیر بیفتین چی؟ خب چی کار کنی؟ ابراهیم میخوام یه رازی رو بهت بگم. اصلا بهم نگو، از همه جام داره راز میچه که دیگه تحمل این یکی رو ندارم. من و مروه ازدواج کردیم. تبریک میگم. ممنوعیت عشقی. باشه اما شما چی کار کردین؟ اگه دمیر بفهمه چی؟ خب داداش تا بفهمه یه جوری سر میکنیم دیگه. چه میدونم. من یه خواهشی ازت دارم. میشه امشب با زنم بمونم؟ تو هم با آیدا بمونی؟ من اعتراضی ندارم اما این به آیدا بستگی داره. من نمیتونم چیزی بگم، اون باید تصمیم بگیره. قشنگ شده. تو چمدون فقط همین بود. بهت میام. آلارا چطوره؟ خوبه؟ تو اتاقش داره استراحت میکنه. منم داشتم میرفتم دنبالم. بفرما، من مانعت نشم. اون چه حالی بود که امروز داشتی لرز؟ مگه حالم چش بود؟ نمیدونستم انقدر رقابت رو دوست داری.
تو طوری نگاه میکردی که انگار میخوای آلارا رو تیکه تیکه کنی. این که بخوای برندشی جرمه؟ تو چیو میخوای ببری؟ زود باش برو، آلارا رو منتظر نذار. بذار منتظر بمونه. تو به سوالم جواب بده. برای چی انقدر با حرص و ولع مسابقه دیدی؟ برای اینکه آلارا رو شکست بدی؟ گفتی نمیخوای واسه جایزه مسابقه بدی؟ میخواستی چی رو ببری؟ دمیر، من خواستم که... چی خواستی؟ خواستم که... آره. سلام. 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 من میرم دنبال آلارا. سر میز غذا میبینمتون. زود باشیم دخترها بریم. اینجا چه خبره؟ انگار سندروم استکهلم دمیر خانم تحت تاثیر قرار داده. اصلا نمیتونن از هم جدا بمونن. چه بوی خوبی میده. دمیر خان، من نتونستم. راستش وگان بودن خیلی کار سختیه. چند روز تونستین تحمل کنین مربه خانم؟ اوستا واقعا خیلی کار درسته. گوشتا محشر شدن. دست درد نکنه اوستا. خواهش بچه‌ها، اینجا کلی گوش هست، بیاین ببرین. ببین مثل انار سرخ شده. دست درد نکنه. یکم دیگه میخوای؟ نه اگه بخوامم دیگه نمیتونم بخورم. خیلی خوردم. به نظرت از اون گوشته که تو پاریس خوردیم خوشمزه تر نیست؟ بهتره بگیم اینا با ذائقه‌مون بیشتر ساز بره. دمیر، اینجا سوسه. نه اون یکی طرف. بیا اینجا. نوش جان همگی. کجا میری لروکس جون؟ خیلی خوردم. میخوام برم یکم قدم بزنم. لروکس وایسا، منم باهات میام. نوش جون همتون. ما هم
بریم قدم بزنیم دمیر. چه نیازیه عزیزم؟ ببین به این خوبی دوره همین. مگه پات درد نمیکنه؟ نه یخ گذاشتم الان خیلی بهتره. باشه بریم. نوش جون همگی. ممنون دمیر خان. مکانو ترک میکنم، رئیسم با خودم میبرم. خوش بگذره. این دیگه چه سیریشیه؟ اعصابمو خورد کرده. اون ماره مار چنگالشو فرو کرده به پسر ما. این وسط لروکس خیلی ناراحت میشه. گناه داره به خدا. تو یه لحظه بیا با هم حرف بزنیم باشه؟ باشه عزیزم حرف بزنیم. البته بایدم حرف بزنیم. دوبله شده در استودیو جن. ببینم کی از اون خونه میری دمیر؟ چرا یهو این سوال پرسیدی؟ یعنی خیلی عجیبه آدمی مثل تو هم خونه داشته باشه. در ضمن این وضعیت رو از همه مخفی میکنی. زیاد با شخصیتت نمیخونه. بهت گفته بودم که این وضعیت موقتیه. هنوز دنبال راه حلیم. نکن دمیر. راه حل خیلی ساده است. فقط لازمه یه قدم برداری. لروکس نمیتونه این کارو بکنه اما تو میتونی. از اون خونه برو. اینجوری هر دوتاتون از این اجبار خلاص میشین. اینطوری قدم زدن اصلا برای پات خوب نیست. تو رو میرسونم به اتاقت. یکم استراحت کن باشه. چاره دیگه هم دارم. راستش نداری. خیلی به هم میان مگه نه؟ دمیر و آلارا رو میگم. هر دوتاشون هم سرد و خطرناک. به ما چه بروک؟ راست میگی به ما چه؟ انگار که دیگه هیچ مشکلی نداریم. راستی ببینم تو چته؟ گفتی عملیاتو تموم کنیم، تموم کردیم. مشتری هیولا هم که توی زندانه. دیگه چیزی هم نیست که مجبور باشی دروغ بگی. چرا انقدر حالت گرفته است؟ حالم گرفته نیست، خستم. نگران بچه ها. من اصلا نمیخواستم بیام چون دمیر خان گفت اجباریه اومدم. اگه بخوای میتونیم با هم برگردیم. من برات میگردم. نه بابا، نمیخوام سفر بقیه خراب شه. با اکیپ اومدم، با اکیپ هم برمیگردم. یه روز دیگه هم تحمل میکنی. خودت میدونی، اما پیشنهادم سر جاشه. هر وقت بخوای میتونیم با هم برگردیم. من واقعا خیلی خسته شدم. برمیگردم اتاقم. خوبی؟ یکم سرم درد. من قرص دارم. برگشتیم هتل بهت میدم. باشه. پخته شما پشه کش ندارین؟ اتاق من پر از پشه از همه جا ما سوراخ نه ندارم فرخ خان، شرمندم. تو کجا داری میری؟ اگه میری کافه منم بیام، از بس ویز ویز کردن خوابم پرید. من خیلی خستم، میرم که بخوابم. شب بخیر. شب بخیر. برا گفت قراره تو اتاق ما بمونن. نه مروه گفت برا میاد تو اتاق ما. خوشگلم برا پیام داده نوشته تو اتاق ما. خب باشه پس بریم اتاق ما. وای برین ما اینجاییم. نازنینا کجا میای؟
بریم. اما قرار بود تو اتاق ما بمونن. ابراهیم من که بهت گفتم قراره تو اتاق ما بمونن آخه. ای خدا. ولی خیلی زشت شده. شما دمیرخان از کجا میشناسین؟ دوست خانوادگیمونه. تو از کی میشناسیش ها؟ از وقتی شروع به کار کرد. مگه این آلارا دوست دختر براکی نیست؟ نه نیست، متاسفانه چشش دنبال کس دیگه ایه. نمیشه، ما خوشمون نمیاد. دقیقاً منم خوشم نمیاد. تازه لروکس خیلی خوشگل تره، جذاب و ظریف تره. دمیرم خودش از این دختره خوشش میاد دیگه. دقیقاً یه جاذبه‌ای بینشون هست که نگو. اما خودشون که متوجه این چیزا نیستن. دو تا بز کله شق افتادن به جون هم. در ضمن تو شرکتمون عشقم ممنوعه. ممنوعیت عشقی یعنی چی؟ شرکت نمیتونن با هم رابطه داشته باشن، قانون دمیرخانه. به خاطر این قضیه حتی مروه و بوران نامزدشون رو به هم زدن. یعنی در این حد جدیه؟ این ممنوعیت برداشته میشه، اما این دختر آلارا برامون درد سر درست میکنه. تو اصلا نگران نباش ارسلان، اونو خودم حلش میکنم. اگه با هم باشیم دیگه هیچ مشکلی نیست که نتونیم حلش کنیم. از این خیلی خوشم اومد. پس قدرتمون رو یکی میکنیم. هپی پای با من باشه و شرکتم با من. تا دمیر و لروکس به هم دیگه نرسیده باشن ادامه میدیم. عشق برنده بشه اصلم، عشق. وای خدا از دست شما فیروز خانم. چون منو زود رسوندی به اتاقم باید مجازات بشی دمیر ارندیل. باید بیای بالکنم یکم خوش بگذرونی. تو رو نمیدونم اما بازی امروز منو خیلی خسته کردن. اینطور که معلومه لروکس خسته نکرده. ببین اونجا اتاق بوراکه. خیلی بامزن، خیلی به هم میان. این ممنوعیت عشقی از شرکت بردار دیگه دمیر. ببین مردم باید قایمکی هم دیگر رو ببینن، بذار یکم راحت باشن. اتاق تو اینجا بود داره؟ بیا دیگه ضد حال نباش. منظره اتاقم خیلی قشنگه. میگیم یه نوشیدنی خنکم بیارن تمام خستگیمون در بره. این آخرین دعوتمه. باشه پس میبینمت. شب بخیر. شب بخیر. دمیر خان با لروکس خانم کار داشتین؟ نه، میخواستم در مورد یه موضوع کاری به عزمی خانم یه چیزی بگم اما دیر وقته، فردا میگم. دمیر خان شما از چیزی ناراحت شدی؟ من زود متوجه میشم. نه چیز مهمی نیست. فردا میبینمتون. شبتون بخیر. شب بخیر.
ای بابا، پس این مسواکم کجاست؟ دمیر. همه این وسایل رو دمیر جمع کرد. آخ آلارا، کافیه دیگه، بگیر بخواب. ببخشید مزاحم شدم. بیا بفرما تو. چی شده لروکس؟ وسایل حمومم، مسواکم اینا، تو جمعشون کردی. تو چمدونم نیستن. تو کیفن، میتونی برداری. کدوم کیف؟ لروکس اونجا فقط یه دونه کیف هست، اون یکی ساکه. پس میشه از ساکت درش بیاری؟ چون من توش سرک نمیکشم. خب بردار لروکس. وقتی اومدم خونه تمام وسایلمو میگشتی، حالا خجالت میکشی؟ اون زمانی بود که تو رابطه ای نداشتی. حالا من از کجا بدونم توش چی هست چی نیست؟ نمیخوام با یه چیز عجیب روبرو بشم. تو یکم سرخ شدی؟ اگه میخوای یه آبی به سر رود بزن. دمیر میشه وسایلمو بدی؟ باشه. بگیر. لروکس وایسا. چرا چند دقیقه پیش تو اتاق براک بودی؟ تو با دوربینای مداربسته ما رو دید میزنی؟ یعنی برای اینکه قوانینت نقض نشه داری اینقدر تلاش میکنی؟ چند دقیقه پیش از اتاق اون در اومدی لروکس. مگه من از تو پرسیدم با آلارا تو پاریس چی کار کردی؟ میدونی چی کار کردم لروکس؟ همه میدونن، چون چیزی رو مخفی نمیکنه. آره راست میگی. معذرت میخوام، من حد و حدودمو نمیدونم. به هر حال این زندگی خصوصیته. در ضمن مگه در مورد قضیه براکم کنجکاوی یکم سرش در میکرد براش قرص بردم. یعنی کاری نکردم که قوانینتو نقض کنه. لروکس یه لحظه. سفارشمو دادم، منتظر تو هم. خسته‌ام آلارا، میخوام بخوابم. شب بخیر. اومدم. بله عزمی خانم. ببخشید دمیر خان، مزاحمتون شدم اما لروکس رو پیدا نمی‌کنم. کل شب نیومده اتاقش. اون زنگ نزدین؟ گوشیش، کیفش، وسایلش همش تو اتاقن. شاید پیش کسی مونده. یعنی اتاق مروه و آیدا رو نگاه کردین؟ آی نه، از همه پرسیدم، هیچ که ازش خبر نداره. به نظرتون بریم دنبالش بگردیم؟ به براک خانینام خبر بدیم؟ نیازی نیست به کسی خبر بدیم. من حاضرم خودم میرم یه نگاهی میندازم. پس منم میرم این دور و برا رو یه نگاهی میندازم. شما برین اطراف قایقا رو بگردین. باشه، اگه لروکس رو پیدا کردیم به هم خبر بدیم. باشه دمیر خان.
خسته نباشین. امروز صبح کسی قایق اجاره کرده یا دیشب کسی اجاره نکرده؟ من نبودم دیشب، اما یه خانومی اومده کرایه کرد. اصولا ما شبا کرایه نمیدیم. لروکس 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 وای چه خبره؟ چرا انقدر داد تو میزنی؟ زده به سرت؟ کل شبو تو قایق خوابیدی؟ ای بابا نمیفهمم آخه به تو چه؟ تو دریاچه به این بزرگی چطوری منو پیدا کردی؟ نمیتونم یه دقیقه تنها باشم. هممونو ترسوندی لروکس. ازمین خانم داره دنبالت میگرده. این دیگه چه بی‌مسئولیتیه؟ مثل بچه‌ها اومدی اینجا قایم شدی. بیا اینجا. نه خیر نمیام. در ضمن چرا دوست دخترتو ول کردی اومدی؟ لروکس داری مزخرف میگی و اعصابمو خورد میکنی. کشش نده، زود باش من ببریم. نمیام. برو به همه بگو من خوبم. تو رو نبرم جایی نمیرم. چرا میری؟ گفتم نمیرم. دمیر گفتم که میری. حالا میبینی. بیا اینجا. دمیر ولم کن. لروکس ببین مراقب باش میافتیم ما. اعصابمو خورد نکن وگرنه برات بد میشه. لروکس با تو. ولم کن. لروکس. دمیر دمیر کجایی؟ دمیر باشه معذرت میخوام بیا بیرون. کجایی؟ به خدا الان وقت شوخی نیست لطفا. دمیر کجایی؟ تو رو خدا یه چیزی بگو دمیر تو رو خدا نمیر. دمیر معذرت میخوام لطفا بیا بیرون. دمیر ببین میپرم و دمیر. وای خدای معذرت میخوام دمیر تو رو خدا نمیر. من دارم میپرم الان میپرم تو. لروکس دمیر دوبله شده در استودیو جن. دمیر خوبی؟ بیا دیگه خیلی ترسیدم. به من تکیه کن. درد میکنه؟ میتونی راه بری؟ نه خیلی درد داره. باشه بیا. برای چی انقدر با حرص و ولع مسابقه دادی؟ برای اینکه آلارا رو شکست دادی؟ گفتی نمیخوای واسه جایزه مسابقه بدی؟ میخواستی چی رو ببری؟ مکانو ترک میکنم، رئیسم با خودم میبرم. خوش بگذره. اصلا بهم نگو. از همه جام داره راز میچکه. دیگه تحمل این یکی رو ندارم. من و مروه ازدواج کرد. در ضمن اینطوری تو هم با دوست پسرت میتونی بمونی. باشه عزیزم، اما اگه گیر بیفتین چی؟ خب چی کار کنی؟ لروکس نمیتونه این کارو بکنه، اما تو میتونی. از اون خونه برو. اینجوری هر دوتاتون از این اجبار خلاص میشین. این ممنوعیت عشقی رو از شرکت بردار دیگه دمیر. ببین مردم باید قایمکی هم دیگر رو ببینن. بذار یکم راحت باشن.